السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ایستاده بخش خبری و تحلیلی هفته در استودیو با شما جهانگرد صابر. در دوام این هفته در تالار مجلس های حاکمیت ناحیه سیسی یکم کنگش دپوتات های خلقی ناحیه سوخ شده گذشت. در سیسی حاکم ولایت شهرت غنیف نیز اشتراک کرد. موضوع را دوام می‌دهیم. پیش از آغاز سیسی در حاکمیت ناحیه رهبر ولایت شهرت غنیف با وکیلان 5 پارتی سیاسی آید کارهای در پیش بوده و آید نامزد به لوازم حاکم ناحیه سوخ مصلحت نمود. پس آن سیسی آغاز یافت. در سیسی کنگش دپوتات های خلقی ناحیه، معاونان حاکم، رهبران ارگان های حقوق و ترتیبات، نمایندگان وسایط اخبار عموم اشتراک کردند. سراول آید نتیجه های انتخابات کنگش دپوتات های خلقی ناحیه سوخ، رئیس کمیسیون انتخابات ناحیه سخن کرد. دپوتات های محلی رسما تصدیق کرده شدند. پس آن مسئله های معین کرده شده را به محاکمه گذاشتند. از جانب حاکم ولایت فرغانه به وظیفه حاکم ناحیه سوخ نامزدی دپوتات از آکروک 25 غزنا فرخ اوسرف گذاشته شد. این مسئله را نیز به میان گذاشتند و از دپوتات ها به سخن برآمده نامزدی فرخ اوسرف را دستگیری نمودند. فرخ اوسرف از نو با وظیفه رهبری ناحیه سوخ تعیین کرده شد. رهبر ناحیه به سخن برآمده برای باوری به حاکم ولایت و وکیلان خلق در ناحیه سوخ عرض منتداری نمود و ابراز داشت که من بعد در یکجایگی مردم سوخ برای رواج دادن ناحیه سوخ از هر جهت کوشش خواهد کرد. حاکم ولایت شهرت غنیف نیز به سخن برآمده درباره کارهایی که در دوام سال جاری در ناحیه سوخ به سامان رسانیده میشوند ایستاده گذشت. تاکید نمود که در دوام سال گذشته در ناحیه سوخ کارهای نظررس به سامان رسانیده شدند، اما کمبودی ها نیز کم نیستند. از این خاطر در سال 2020 وظیفه های در پیش بوده خیلی بسیار است. خصوصا در ناحیه باز هم رواج دادن ساحه تدبیرکاری، افزودن صلاحیت اکسپورت، براه ماندن کارخانه های بزرگ همکار، تامین زنان و دختران به جای کار دائمی از مهمترین مسئله ها به شمار می روند، گفت رهبر ولایت. واقعا مردم سوخ از ازل مهنت کش بوده، در ساحه های گوناگون خواجگی خلق همیشه در صف پیش بودند و بین دیگر ناحیه های ولایت هیچ پیش دستی را از دست ندادند تا به امروز. باور داریم که من بعد نیز در ساحه های مختلف نه فقط در ولایت بلکه به تمام ازبکستان نمونه میگردند و سوخ را از هر جهت رواج میدهند و چون میگویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. سالی با برار بودن سال 2020 نیز برای مردم سوخ از اولی سال معلوم است، زیرا به سامان رسانیدن کارهای بزرگ در ناحیه در دوام سال جاری در اساس دستورهای دولتی به نقشه گرفته شده است و باور داریم که در دوام سال موفقیت‌های بزرگ را صاحب گردیده در ولایت نه در ازبکستان مردم سوخ یعنی ناحیه سوخ جای اول را اشغال خواهد کرد. بعد محاکمه شدن مسائل معین شده و قبول قرارهای دخلدار سیسی یکم کنگش دپوتات‌های خلقی ناحیه سوخ انجام پذیرفت. ازبکستان خانه عمومی ماست و در این سرزمین هر یک شهروند قطع نظر از دین، ارق و منسوبیت ملی نزد قانون برابر است. هیچگاه از اعتبار دولت دور نخواهد ماند. این را در مثال مردم دهه انکلاف چونغره خواهیم دید. محله چونغره در تصرف ناحیه رشتان بوده. در اینجا زیاده از 2000 نفر اهالی استقامت میکند و به این حدود هم هر یک تشبث رهبر دولت به مانند آب حیات آمده میرسد و اهالی بواسطه از سیاست امروزه ممنون هستند. بغیر از ناحیه سوخ در وادی فرغانه باز یک دهه انکلاف موجود بوده. در بین ناحیه رشتان و سوخ جایگیر شده است و اطراف آن پر را با حدود رسپوبلیک برادری قرقیزستان احاطه شده است. این دهه را چونغره نام میبرند و در این حدود نزدیک 2000 نفر اهالی زندگانی میکند. اهلش اساسا به کشاورزی، چارواداری و صاحبکاری اشتغال دارند. حیات اجتماعی در این دهه نسبت به پیشتر خیلی رواج یافته است و از جانب تدبیرکاران بناهای خوشساخت و زمانوی قد افراخته حسن مرکز دهه را ده چند افزوده است. معمای راه را به اینابت نگیریم. استقامت کنندگان این دهه که امروز تابع ناحیه رشتا می باشند قریب که دیگر مشکلی ندارند. در تویخانه نوبنیاد مرکز هر روز توی و تنتنه. این از آن دلالت می دهد که مردم این دهه دوردست از اصلاحات و تشبث‌های رهبری دولت بی بهره نیستند و برای آنها نیز امکانات‌های زیاد فراهم آورده شده است. مدیر قبولخانه خلقی پرزیدنت ریاست ازبکستان در ولایت فرغانه و باز یک چند نفر متصدیان و مسئولان حاکمیت ولایت به دهه مذکور آمدند دیروز و به عائله‌های کم تامین محصولات‌های عضوقواری از جانب حاکمیت ولایت تقسیم کرده شد.
Prezidentimizga ham rahmat, mana viloyat hokimimizga, G'aniyevga rahmat, mana opalarga bizni tez-tez har yil xabar olishib, mana un, yog', shakar holimizdan xabar olib turishibdi. Xudoga shukr ming marta. Bayramlaringizlar bilan hammangizlarni ham. مردم چونغره از این گونه اعتبار و غمخواری پرزیدنت مملکت کمک عملی حاکمیت ولایت خیلی ممنون بوده، منتداری خیش را گشته و برگشته ایثار نمودند. به 241 خاندان محصولات های آرد و گوشت و روغن داده شد. به اهالی در یگان تالار مجلسان بلکه به هر خاندان رفته واخورده متصدیان. هر یک شهروند این حدود درد و مشکلی های خود را به متصدیان و مدیر قبولخانه خلقی در ولایت فرغانه آشکار نمود. جز معمای راه، بعضی از شهروندان دایر به مسئله گرفتن کردیت های امتیازناک، به راه ماندن تدبیرکاری، گرفتن خانه های نمونوی از مرکز ناحیه ریشتان و شهر فرغانه امکانیت فراهم آوردن برای بیماران و جلب نمودن شفاکاران به این حدود مراجعت کردند. بعضی معماها در جایش خود همان روز برطرف شده باشد، حل بعضی از مسئله ها باشد واقعا فرصت طلب می کند. از این خاطر به دفتر متصدیان قید کرده شد و برای برطرف نمودن به اداره های بالایی ارسال گردید. امروز ما با سروری خلق باخانه مدیر ولایت رباخان انورونه و یک چند تشکیلات کارخانه رهبرشان از مرکز رشتان چند خیلی که دور نباشد هم چونغره محله فخرانگانش به آماده استادیم. در این محله از طرف ولایت حاکم پدرک کردگی آرد، شکر، روغن برای اهالی تقسیمات کرده دادیم. اهالی این جدا منتدار. چونغره دهه زیبا منظر ناحیه ریشتان بوده، زمان مسکن سیاحان بود. چشمه‌ای که در داخل زیارتگاهش موجود بوده، آب آن خوش‌طعم و شفا بخش است. صنعتکاران خانه مدنیت ناحیه ریشتان هفته یک مرتبه به این دهه آمده در مرکز دهه دستور کنسرت نمایش می‌دهند. با یک سخن گویم مردم چونغره از هر یک تشبث، اصلاحات و اعتبار رهبری دولت بهره‌مند بوده، برای آبادسازی دهه امروز سعی و حرکت کرده ایستادند. در دهه جز ازبکان شهروندان منسوب به ملت قرغیز نیز زندگانی میکنند و آنها نیز از سیاست خردمندانه رهبری دولت خیلی ممنون هستند. من bizde bugün Çoğula qishlog'imizga viloyat hokimi tomonidan, prezidentimiz Mirziyoyev tomonidan yordamlar berildi. Biz mana qo'shni mamlakatga yaqin turamiz. Bizda millatimizdan qat'iy nazar bizda yaxshi xabar olishib turibdi. prezidentimizga rahmat. در یک پارچه بیرون از ازبکستان امروز حیات در جوش است و مردمش سرگرم کارهای بنیادکاری و آبادسازی. مسئولان حاکمیت ولایت و قبولخانه خلقی تا بیگاه به هر یک خاندان وارد شده از حال شهروندان وضعیت زندگانی آنها دیدن کردند. با عائله‌های کم تامین در دایره قانون دست مدد رسانیده شد. میتوان گفت که سیاست خردمندانه و اصلاحات پرزیدنت کشور در این حدود بیرون از ازبکستان نیز دامن فراخ نموده در راضی نمودن هموطنان چونغرگیمان عامل مهم می‌گردد. با نیتی در فصل بهار باز به این دهه زیبا منظر برگشتن، ما بیگاهی همان روز به ناحیه‌مان برگشتیم. غایه انسان پرورانه رهبر دولت آینده از باغچه سر می شود. امروز در دوردستترین ناحیه‌های مملکت نیز افاده خود را یافته ایستاده است. در روز محافظان وطن در ناحیه سوخ دو ابیکت اجتماعی یعنی دو مؤسسه تا مکتبی زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. لوحه نوبتیمان در همین خصوص. تعلیم و تربیه جامعه را بدون این ساختار تصور کردن نشاید، زیرا تعلیم و تربیه با هم علاقه بوده یکی از عضوهای اساسی ترین جامعه دولت به شمار می رود. در ژاپن اعتبار اساسی ترین را به ساختار تعلیم می دهند. سبب از بحران اقتصادی به آسانی برآمدن این مملکت نیز همین است. در نتیجه اعتبار دادن به ساختار تعلیم و صفت تعلیم و تربیه در این مملکت، ساختار مذکور خیلی رواج یافت و در نتیجه کادرهای بلند اختصاص به کمال رسیده و برای رشد مملکت حصه سزاوار گذاشتند و امروز ژاپن یکی از مملکت‌های مترقی عالم به شمار می رود. از این خاطر در مملکت ما نیز تجربه ژاپن را به عمل تطبیق گردانیده برای رشد ساحه تعلیم به خصوص تعلیم تا مکتبی اعتبار جدی می دهند. گذاشتن درس‌های اینوواسیونی در مکتب‌ها، در باغچه‌ها جاری نمودن شکل‌های نوی تعلیم و تربیت یکی از اساسی ترین وظیفه‌ها به شمار می رود. امروز محض برای همین در حدودهای دوردست نیز بنیاد باغچه‌های زمانوی امروز خیلی اوج گرفته که برای مثال تنها در ناحیه سوخ سال گذشته 5 عدد باغچه زمانوی بنیاد گردیده و مورد استفاده قرار گرفت.
در روز محافظان وطن یعنی دیروز در ناحیه سوق باز 2 عدد مؤسسه تا مکتبی به اختیار خوردککان سپرده شد. در محله زنگت باغچه نو مورد استفاده قرار گرفت که از آن اهل ده خیلی شاد گشتند. در مراسم گشاده شوی حاکم ناحیه فروخ الصرف و وکیلان از حاکمیت ولایت نیز اشتراک کردند. باغچه مذکور را فرم ساختمانی میرزا قربان به عوض نزدیک 3 میلیارد سوم مبلغ دولت بنیاد کرد. همه شرایط ها فراهم آورده شده است. حاکم ناحیه به سخن برآمده عاید غمخواری های رهبر دولت نسبت مردم ناحیه سوق به یکی از سمت های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافتن اعتبار به ساختار تعلیم در مملکت ما ایستاده گذشت. در محله استقلال نیز خود آن روز باغچه خوشساخت و زمانوی مورد استفاده قرار گرفت و در آن نیز رهبران مسئول اشتراک نمودند. با اشتراک نورانیان محله لنت رمزی را قیچی زدند و موسفیدان دست به دعا برداشته گشایش کار به اهل باغچه مذکور طلبیدند. اهل محله ما به نهایت خرسند شد. اکنون خرسند محله هیچ وقت گنجانده نمیتونم. این خیلی امورات نبود محلنده. جوشنده یک تا باغچه کونه، یک تا هلنگی، اوتلر چای خونش بود. اینه بینید، این آبادگری بینید. همین سال زمان طلب اشپز جوان میزوری کار شد. راهبر و حضور رحمت، پرزیدنت ما و رحمت، حکم ما و حضور رحمت. همین خیلی کارهای این چکه جایده جای ما. چکه جای. همین چکه جاینده همین خیلی امورات غلطگش با احد بیت همه ما خرسندم. من ندارم. همین راهبر و حضور رحمت عمرشون دراز شود. همین ارزی بچه کچشون بینن. این دینان ده الان کمی روزه نبینن. برای بنیاد این باغچه زیاده از 2 میلیارد سوم مبلغ از حساب بودجه دولت جدا کرده شده است و این مؤسسه تا مکتبی از طرف فرم البهروز اینوست که رهبرش ارکین زاکیروف میباشد ساخته شد. اهل باغچه از دولت، از پرزیدنت و ساختمانچیان خیلی ممنون و منت دارند. من همین روز به آمده پرزیدنت ما باغچه زمانوی نو ساخته دادن. پرزیدنت ما و رحمت ما از این استفاده برده باز بیشتر مهنت میکنیم. در باغچه مذکور نیز همه شرایط ها برای تعلیم و تربیت گرفتن خوردککان فراهم آورده شده است و برای 4 گروه یعنی به زیاده از 100 نفر خوردککان نگرانده شده است. بینای مذکور همه شرایط در داخل بینا موجود بوده، به انجام های لازمه نیز جهازانیده شده است. این از آن دلالت می‌دهد که به زیباترین کهندیار کشور سوخی عزیز شمال ترقیات با صورت تیز می‌وزد. بخش خبری و تحلیلی هفته دوام دارد. دیروز در تالار مجلس‌های حاکمیت ناحیه با اشتراک معاون رهبر اگروبانک، بانک مرکزی و خادمان اگنتی خواجگی قشلاق و اگروصناعت جمع آمد یعنی واخوری با تدبیرکاران شده گذشت. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. رواج دادن ساحه خواجگی قشلاق یکی از اساسی ترین مسئله های روز به شمار می رود و در مملکت ما برای رشد ساحه مذکور اعتبار الهی داده می شود. رهبری دولت برای رواج دادن ساحه مذکور یک قطار قرار و فرمان ها قبول نموده که امروزها در اساس آنها در ازبکستان کارهای منفعتناک به انجام رسانیده می شوند. در تالار مجلس های حاکمیت ناحیه واخوری معاون رهبر اگروبانک ریسپوبلیکا و رهبران و وکیلان خلق بانک و اگروبانک ولایت با رهبران خواجگی های فرمری، مسئولان ساحه خواجگی قشلاق و تدبیرکاران شده گذشت و اساسا مسئله های بالایی را مورد محاکمه قرار دادند. مسئولان بانک، نمایندگان اگنتی به عمل برآوردن لایحه های ساحه تامینات آذوقه‌واری و مجموعه اگروصناعت در وادی، عاید استفاده نمودن کارخانه های خواجگی قشلاق، فرمری، تدبیرکاران از لینیه های کردیت تشکیلات های بین الخلقی مالیات، ترتیب گرفتن آن، مدت عمل کردن و امتیازهای کردیت، به کدام کارها جدا کرده شدن آن معلومات های سودمند دادند. بعدی صاحب شدن به معلومات ها از اشتراکداران واخوری به مسئولان سوال ها داده به مسئله های مهم و حل طلب روشنی انداخته شد. Biz bu so'xtumaniga kelishimizdan asosiy maqsad prezidentimiz 2019-yil 19-iyuldagi 4399 sonli qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni joylarda targ'ibot qilish masalasida kelganmiz. Bu qarorda asosiy mohiyati shundan iboratki, bu prezidentimiz tashabbusi bilan uzoq chekka hududlarda, qishloq joylarda qishloq tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida Jahon bankining $200 million mablag'larini jalb qilish, kredit yo'nalishida imtiyozli va uzoq muddatli kreditlar jalb qilishga bag'ishlangan shu tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazib yuribmiz. Mana shu so'xga ham kelishimiz asosiy maqsadi shu qishloq joylarda tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozli kreditlar ajratilishi asosiy bizning
maqsad vazifamiz. Bu bo'yicha o'sha prezidentimiz topshirig'i bilan ishchi guruh tashkil qilinib, shu joylarda, hududlarda yurib, buni targ'ibot qilish ishlarini amalga oshirib. از جانب بانک جهانی برای رواج دادن ساحه خواجگی قشلاق در ولایت فرغانه نزدیک 200 میلیون دلار مبلغ جدا شده است و چون مسئولان بانک معلوم کردند تدبیرکاران سوخی نیز میتوانند لایحه‌های خود را پیشنهاد کرده 10 میلیون دلاری آن مبلغ را برای رشد ساحه خواجگی قشلاق در ناحیه سوخ یعنی تشکیل باغ‌های اینتنسیوی گیدروپونیک مصرف کنند. در ناحیه زمین‌های بیکار خوابیده ادیرها در حدود محله‌های کوهی موجود بوده. تدبیرکاران میتوانند به عوض کردیت‌های امتیازناک که به مدت 10 سال داده می‌شود به آن حدودها قدوق کافته و آب برآورند و باغ‌های زمانوی برپا سازند یا اینکه برای از نو استحصال نمودن میوه و سبزیجات‌ها تشکیل نمودن کارخانه‌های مخصوص می‌توانند کردیت‌های امتیازناک گیرند. اعتبار به اهالی ناحیه‌های دوردست تا رفت به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل می‌یابد در ازبکستان و تشکیل همه این گونه جاره‌بینی و جدا نمودن کردیت‌های امتیازناک برای رواج دادن ساحه خواجگی قشلاق به راه ماندن کارخانه‌های استحصالی بوده. به این منوال برطرف نمودن مسئله بیکاری میباشد. طوری که آگاه هستید پیشتر برای گرفتن کوباگ حاکم مسابقه از روی فوتبال تشکیل گردیده بود و اکنون در بین محله های ناحیه برای گرفتن کوباگ حاکم بازی والیبال گذرانیده می شود که با قسمت اول بازی در دوام این هفته استارت داده شد. والیبال یکی از نمودهای معمولی ورزش در ناحیه سوخ خیلی رواج یافته است. در بین جوانان سوخ شماره آنهایی که به این نمود ورزش شوق و هوس زیاد دارند بیشمار است، زیرا برای رشد این نمود معمولی ورزش خواسته همه نمودهای ورزش در ناحیه از جانب حاکمیت ناحیه سوخ اعتبار جدی داده می شود. در یکجایی حاکمیت شعبه ورزش و تربیت جسمانی و اتفاق جوانان گذرانیدن مسابقه والیبال در بین محله ها و قسم های حربی به نقشه گرفته شد و دیروز مراسم گشایش مسابقه در تالار ورزشی سوخدیانه به وقوع پیوست. در آنجا حاکم ناحیه فرخ حسرف اشتراک نموده آید رواج دادن ساحه ورزش اعتبار رهبر دولت نسبت ساحه مذکور و در ناحیه سوخ باز هم رواج دادن و جلب نمودن جوانان به این ساحه ایستاده گذشت. حاکم قید نمود که سالهای اخیر در ناحیه سوخ نیز یکچند مسابقه های ورزشی در اساس قرار حاکم تشکیل کرده شد. در نتیجه گذرانیدن چنین مسابقه ها باشد یکچند ورزشکاران اصیل کشف کرده شدند و باوری کامل داریم که در آینده ورزشکاران ما نه فقط در مسابقه های ناحیوی بلکه در مسابقه های ولایتی و جمهوریوی و حتی بین الخلقی نیز اشتراک نموده نام و شهرت سوخ و فرغانه و خاصه ازبکستان را در عرصه عمومی جهانی باز هم مشهورتر می‌سازند. زینه اول مسابقه آغاز یافت. بازیگران دسته ها به میدان آمدند و از رفت بازی به ما معلوم گشت که این دفعه مسابقه با بحث و تلاش ها شده می‌گذرد، زیرا هر یک دسته برای مسابقه تیاری خوب و پخته دیده بود. مسابقه یک ماه دوام می‌کند و گروه غالب به گرفتن کوباگ حاکم و مکافات‌های پولی میسر می‌گردد. ما از رفت مسابقه در برنامه‌های دیگر به شما معلومات خواهیم داد. این بود با خبر و رویدادهای هفته سپری شده ایستاده بخش خبری و تحلیلی هفته که در مقیاس ناحیه‌مان روی داده است و در همین جا به بخش خبری انجام می‌بخشیم. خیر سلامت باشید و با ما بمانید، زیرا شما را در پیش برنامه‌های استراحتی تلویزیونی سوخ منتظر است. شامتان بخیر باشد.